سلام. میخوام یه عرض تسلیتی داشته باشم خدمت عاشقان آمریکا و کاسلیسان آمریکا. همین عاشقان آمریکا اینا زور میزنن که بگن که با آمریکا خوبه، آمریکا مهربونه، آمریکا گله، آمریکا بلبله، آمریکا نازیه. این اسرائیلی که بده، اسرائیلی که کلمه، اسرائیلی که به درد نخره، اسرائیلی که اختفه یه میخواستن حالی به چی حل بکنن که الحمدلله به لطف خدا یه رئیس جمهور خیلی گیرشو اومد که اومد تمام پته اینان ریودا. بعضی از عاشقان خواصش اومدن در 15 سال کشور معطل کردن، گیر گپ و گفت آویدن که به حساب آمریکایی که خوب و گل و بلبله بیا مملکت من هم گل و بلبل بکنن. از قضا این تا فیلم از این خلچل رئیس جمهور در اومد. حالا سیلش بکنید. Personally, I can think of other things I'd rather do. These guys are very brave people. Every year, for 22 years, and you were the only president that let us do our job. میگو 22 سال پیش ما برنامه ریزی کرده بیمه که به ایران حمله بکنیم. ایمان کی میده؟ ما قبل از اینکه اصلا برجام صحبت چند بود. خب این آدمی که 20 خوش میگوه 22 سال پیش برنامه ریزی کردیم که ایران حمله کنیم. این میخواد بیاد تو گل و بلبل بکنه. فیلم دوم هم بین Israel attacked first. That attack was very powerful. I was very much in charge of that. گوشش دیدی؟ میگو مدیریت اصلی حمله اسرائیل به ایران پای ما بیده، یعنی به دستور ما بیده. ما سیش گفتیم چه موقع حمله بکنیم. اسرائیل به عنوان سگ وحشیش تو منطقه اینجا یه مرتبه دست خوشه زنجیرش واز کرده، چیچوش کرده، گفته حمله بکن. این همون آمریکاییه که شما حاسی لیک میدونید میگو قراره بیا اینجا ما اینجا رو گل و بلبل بکنه. عاشقان آمریکا، ما در کل میفهمیم که شما نفهمیم، ولی ما اومدیم این کلیپ واضح بزنیم که با خودتون هم بفهمیم که با شما نفهمید. بشینی پای ایشون که رسانه BBC من اطلاعات جمع کنی تو مغزت حفظ بکنی به هم یه میشینی توی یه کافه یا توی یه مجلسی شروع میکنی گپ زدن ترامپ یه کلمش یعنی حساب بکن مثلا خوندی سر جلسه امتحان ولادیه. این حال روز یه عاشق نفهمه.